از این حدیث های گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده بره، از اینها اخلاق سازه، از اینها برنامه سازه. زیرا اینکه هر کسی مسجد می سازه، هر کسی پدر و مادرش نان می داده، هر کسی پدر و مادرش پول می داده، لباس می خریده، برابر دی مسجد ساخته روز قیامت حساب نداشته. کوشش کنه که پدرها همیشه از ما راضی باشن، مادر از ما راضی باشن. همین دنیا در زندگی معنیش همینه یک برای مسلمان. در زمان خلافت حضرت عثمان میگه یک جوان هر بگی پنجشنبه جمعه می درآمد، روضه مبارک می آمده دعا میکرد و حضرت عثمان پیشان آمدن گفتن من تو را هر بگی جمعه می بینم، دیگه روزا نیستی، چرا نمی بیایی دیگه روزا او بگی جمعه می بیایی؟ گفت من یک پدر و مادر پیر دارم، فقط من یک بگی جمعه از اونها جواب میگیرم که از بادیه می بیام، من جواب ته من اقلا عصر روم از کفای خلیفه و در روضه مبارک رسول اکرم خانم. من برای همین گونه بیام همجا دعا میکنم. حضرت میگه نگاه کرد، گفت من نمیشناسی؟ گفت نه. گفت من جاینشین آخران پیغمبرم صلی الله علیه و سلم، من عثمانم، میخوای که همچه ای زبان پیغمبر نصیحتت کنم؟ گفت بله. گفت علیک والعود، بازگرد. گفت همین بگی پنجشنبه هم نبیام. همون گفت خدمت همه را کن. گفت همین جا نبیا. گفت او به تو محتاجن. گفت خدا به تو محتاج نیست. گفت رام گفت خدمت همه را کن، زیرا که تو اینا را دیگر گفت امروز فردا میابی یا نه. بعد از یک ماه گذشتن میگه آمد که جوان در پیش روضه گریه داره. گفت چا کردی جوان؟ گفت چهارشنبه پدرم از دنیا رفت و شنبه مادرم دیگه من هیچ کنه دارم، اگه هر روز میبیام. پدربانی مادربانی بسیار چیزی بزرگه دوره میگذره، برابر دی بنیاد مسجد نفقهشان فضل داشته. خدا نمیپرسید در روز قیامت. کسی این کارو میکرده میمرده میرفته تا سوری اسرافیل ثواب همین عملاش در گروش میدر آمده است. ابن قدامه میبیاره یکی از جوانهای مست الست میگه مستانه بود در عراق، هر روز پنجشنبه میگه جوانها را جمع میکرد و بزم میکرد در باغش. و یک روز میگه یک از دوستای بیگانم میگه در همونجا 6 تا بوده، این جوان میگه دیگه در همون باغ کلام مستانگی میکرد و بسیار میگه از حد میگذشت. یک بچه بود و میگه این مرد سپاه بود، اهمیت میداد که از دور یک موی سفید نورانی در دستش بیل میگه میامد نگاه میکرد، خرسند میشده با میرفت همون تاکاش پا بیل کنی. بعد از او پرسید که ای جوانی قدر تو مست عیاری میکنی و این قدر شوخی و عزل میکنی، این قدر تو از رمکه میبروی، یا موسفید من میبینی میبینی پشت گلات را تماشا میکنه و میخنده، کیای او؟ و میگم تو نگاه کرد و گفت پدر مای. گفت کیای؟ گفت پدر مای. گفت چیکار میکنن؟ گفت امروز حماله، تمام زندگی در گردن اموه، همون باغا را نگاه میکنه، زمین ها را این میکنه، زمین ها را اون میکنه، تا یک خدمتگار گرفتن هم برای من همین خدمتگاری همین خوبه. لیکن گو او میامد را میدید میگه فخر میکرد بچه‌ش، و جای گوه که من خون شم، من پوست شم، من فیضی اون. و جای این گپا را گفتن میگه همین مستی کرد خندید رفته. میگه هفته دیگر میگه خبر آمد که این بچه میگه جوانمرگ شده. سال نگذشته میگه باغ خشک شد، پدرم از دنیا رفت. وقتی که خسروی پرویز نامه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راند، آوردن گفتن که حضرت نامت خسرو شاه ایران در راند. حضرت دستاش بلند کردن گفت پروردگار الهی نم کشورش درونم. بعد از چند 6 ماه بعد میگه خبر آوردن که حضرت دعات قبول شد، خسرو و بچهش کشته، شکمش در رونده، دعات قبول شد. میگه حضرت در پشت دستشان 3 بارم که سخت زدن که پدر مشرکای، پدر مشرکای، پدر مشرکای. این بچه جوان مرگ میشه، دست افتاده دراز کردن. چون امروز یاشا جوان مرگ میشن. ابن بطوطه میبیاره که یکی از تابعین بزرگ شب خطی پدرش بحث میکنه، پدر این گپ میگه و وای اون گپ میگه، بحث حضرت معاویه خطی حضرت علی. پدر میگه علی حق بود،
بچه میگه که این امام بزرگ دور میگه معاویه حق بود. بحث به درجه میشه که بامداد میشه، پدر میخیزه و میگه من میرم مسجد. بچه هم میخیزه امام بزرگ بود، گو من هم میرم گو نماز جامع در عراق. میگه خیست طهارت گرفت و میگه رفتم که صدا بلند شد که امام جعفر صادق آمده بامداد ده. نسل رسول اکرم اینا یکی از بزرگترین امامای شیعه، این نسل فاطمه و زهرا های. میگه گفتم اکنون سادات و سیدزاده های زیارتش روم. آمد و میگه که امام پیر شدگی بود، از مسجد بیرون میبرامد، سلام کردم دستش قبیده. میگه قبیده گو بچم قطعی آتت بحث کم کن که عمر کلتش دیسته. میگه من یگان بار ندیده بودم جعفره. میگه حیران شدم که ای کجا میدونه. میگه گشت گفت که بچم بحث کم کن، بحث کم کن، بحث کم کن که عمرت کوتاه دیدستم. برای همی برادران کسی مسجد بنیاد میکنه، کسی این نعمت ها رو میگیره، کسی این اخلاق ها رو گوش میکنه، کسی این درجه ها رو میگیره، همه این عزت های فضل های رحمت های. تخم را صحرا نشینان کاشتن، حاصلش افرنگیان برداشتن. زن پسی پاتخت کیکاووس را، سر بده از دست مده ناموس را. تخت کیخسرو، تخت کیخسرو پسی پازن میگه علامه اقبال لاهوری، اما تو گردن نتکی تو مسلمانی. دنیا با تمامی بزرگیش اگر ماده هجوم کنه، پیغمبر شب معراج گفت دنیا پیش من آمد، من در روش گفتم که ترا من طلاق دادگیم. دنیا با تمامی ناز و نعمتش پیش ما بیاید کو ما باید پسی پا زنیم، ایمان محمدی را دست نتیم. زن پسی پا تخت کیکاووس را، سر بده از دست مده ناموس را. تو میدانی که نسل تو کیه؟ میگه علامه اقبال. تو میدانی که نسل تو کیه؟ نسل تو اون خالد ابن ولید بود که از دست این روم بلاد شام تازه کرد. نسل تو عمرو ابن عاص بود که مصر کرد. نسل تو طارق ابن سعد بود که لشکر اسلام از زمین تونس در آورد. نسل تو بابای تو عبدالله ابن ابی سرح بود که لشکر اسلام در زمین فرانسه و در زمین اسپانیا شرمنده کرد، لشکر کفر. و اینها بردن نیزه و اون سپرهای اسلام در شهرهای اندلس اسپانیا کشال کردن. تو میدانی نسل تو کیه؟ نسل تو اوسانه نیست. نسل تو اون سلطان مراد ترکیه که کاساوا و تمام دولت‌های ونیه را اشغال کرد، لشکر دولت اسلامی را خودی به آلمان برد رساند. نسل تو میگه تو میدانی که نسل تو کیه؟ سر بده از دست مده ناموس را. نسل تو امروز اون سلطان الپرسلانه که 223 میلیون اندونزی را مسلمان کرد. تو انهیه نسل تو میدانی که نسل کی؟ نسل تو اون سلطان الپرسلانه که زمین مالایزیا را مسلمان کرد. تو اوسانه نیست. میگه زن پسی پا تخت کیکاووس را. اینا هم 100 ساله تاریخ دارن، اینا هم 200 ساله دارن، اما ما 1000 ساله تاریخ داریم در دنیا. زن پسی پا تخت کیکاووس را، سر بده از دست مده ناموس را. قوتی مغرب نه از چنگ و رباب، نه ز رقص دخترانی به حجاب. این اروپا و امریکا را میگه قوتش او لیسبیانکا و از او همجنسگراها نیست، از او رقاصه بازی کوچه بازی نیست، از او احمقگریاش نیست. قوتی مغرب که از علم و فن است و یا زوریشون های عالمیشون میگه از همین رو چراغش روشن است. بعد از اون میگه علامه ندوی که گفتم این سخن پیامبر ما های، میگه او گفت این سخن رسول الله ها. بله گو شما در عصر 5 این گونه روشن فکری داشته، اروپا 1000 سال بعد شما روشن فکری یا گرفت. ما باید تاریخ ما ندانیم. عالم میمرده گروش روشن بوده به این علمش، عالم میمرده دنیا را روشن میکرده است. علم همین است. رسول ما عالم در این زمین علم آورد. مسلمان ها باید به سوی علم دوان.
دوم او اجرا نهرن، کسی مردم در آب گذرانه، کسی مردم در دریا گذرانه، کسی مردم در نهر گذرانه، کسی مردم در امروز آبی چشمه بیاره، جاهای خشک ده مردم در آبیاری کنه تا سور اسرافیل گروش پر نور بده. او حفر بیرن، یا چاه کنه. او صحابه می بیان میگه میخوام در حق پدرم خدمت کنم. چی خدمت کنم؟ فرستاده خدا. حضرت میگه رو چاه کن، هر کسی که از این چاه نوشید قبری پدرت پر نور میشه. او غرس نخلن، کسی یک درخت میوه‌دار شیرانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خدا لعنت کند اون مرد زنی را که میوه تر بریدن به خودش عادت میکنه، میوه های تر نبره که اینا ذکر خدا میکنن. کسی یک درخت میشیرانه قسم به خدا تا روز قیامت کسی از این درخت میخوره و تناول میکنه در همون صاحبش میره و صدقه میرسد. میگه که علامه لالکانی در کتابش میبیاره که از ولی های خدا میگه زمینی سمنگان قدی میگذشت در زیر یک درختی چنار میگه دراز کشید، میگه خواب کرد که همین خوابی بردگیش میگه همون گنجشکایی که در شاخ درخت شیشتگی بودن همشان میگفتن پروردگارا درخت شیران جاش بهشت گردان، پروردگارا درخت شیران جاش بهشت گردان. میگه از جاش خیس و دعا کرد، از خدا طلب کرد که پروردگارا نمیشه که همین سردار همین گنجشکا قدی تو یک الهام تیک ما گپ زنم. میگه وقتی صحبت کرده پرسید گو شما چی میگه؟ گو ما درخشیران دعا میکنیم. گو درخشیران صاحبش میدانه؟ گو نه. و میگه از محله پرسیده رفت میگه همون محله در آمد که درخشیران بر وقت از دنیا گذشته بوده فرزنداش بدیم. میگه اگر اجازت باشه درختان من میخرم چند سو میگوی. و میگه بایم حیرانش نگوی بابای ما بابایانش هم شیران بود از برای الله هر چیزی تی. و میگه این خریده آمد در زیر درخت خواب رفت که تا پیشینه میگه همین پرنده ها گفته ایشان پروردگارا درخت خره رحمت کن، درخت خره رحمت کن. پیشین خواند، بعد از پیشین میگه با درخشیران نام گرفتم. بعد میگه دعا کرده آمد گو من این خریدم ای خدم کردم شما در حق ما دعا دیگه شما نمیکنی. گفت تا پیشین خریدگی تو ثوابش تمام شد، بعد پیشین با درخشیران دا میرم. ولی اگر بایم مسلمان افطار تی گپ دیگه اکو درخت بو او برمون، اکو خوشک او برمون، یا شتر او میتی در اسلام ثواب های، اما یا روزدار او تی چی؟ اما یا روزدار دستشگیری چی؟ یا مسلمان حرمت کنی چی؟ یا مسلمان دوست داری چی؟ ولی ما ثوابا ندیدیم. قسم به خدا ثواب بینیم کو ما دیگر از درون ثواب نمیگریزیم. روز قیامت حسنات میخوردیم که چوا ثواب کم کردیم ولی ندیدیم ثوابا. او غرس نخلن، کسی یک درخت شیرانه تا روز قیامت گورش روشن بده. او بنا مسجدن، کسی مسجد بنیاد کنه. خشا به حال انسان های مسجد میسازن. روز قیامت بنده ها را حساب کتاب میکردیم. دو چیز دا آمدن دا خدا میگفته حساب نکنه. میگفته چی های؟ حساب نکنه این دو چیزا. میگه وقتی می آمده که پولش در مسجد داده شدگی بده، مسجد یک خیشت موندگی بده، میگفته که این را حساب نکن در رای الله های. در رای مسجد حساب نمی کردیم. گفتن دویمش چی های؟ گفت کسی پدر و مادرش تا گفت نفقه میتیم. نفقه پدر و مادرم این خالص لله خدا حساب نمی کردن. کتگیاتون پولاتون اتاتون دا صرف کنه. همون چاپلوسی و چرم زبانیه که یک ظالم یا پولدار میکنه روی اوتا و چرا کنه. تعریف پدر و مادر کنه. اوقات گرم اوتا و چرا ته تبابت اونها رو بره، لباس ها رو برای اونها خره، برای پدر و مادر آبرو شوه، برای پدر و مادر رنگ کوه باری ستون شوه، برای پدر و مادر همیشه